سیستم پیچیده حمام تاریخی شیخ بهایی در اصفهان چیست؟ این حمام که مربوط به دوره صفویان است، سیستم عجیبی برای گرم کردن آب دارد. سیستم گرمایش این حمام که توسط حکیم شیخ بهایی طراحی شده بسیار شگفت‌انگیز است، چون تنها با یک شمع کوچک حجم بالایی از آب را در این حمام بزرگ گرم می‌کرده است. سازوکار این سیستم به این گونه بوده که در زیر حمام لوله‌کشی فاضلاب شهر اصفهان وجود داشته که به آنجا می‌ریخته. همانطور که می‌دانید فاضلاب گازی اشتعال‌زا را ایجاد می‌کند. از این رو فاضلاب که گاز متان داشته به درون منبعی منتقل می‌شده. بر سر راه این گاز شمعی قرار داده می‌شده و احتراقی بزرگ صورت می‌گرفته که موجب گرم شدن آب می‌شده. شیخ بهایی در طراحی منبع بالای احتراق از طلا استفاده کرده که رسانایی نسبتاً خوبی دارد و این نشان می‌دهد که او از رسانایی فلزات نیز باخبر بوده. این حمام تاریخی در سال 77 به ثبت ملی رسید و مرمت شد. سیستم گرمایشی این حمام از شگفت‌انگیزترین سیستم‌های گرمایشی جهان است.